اما صلی الصبح فی جماعتین فکنا صلی اللیل کله رواه مسلم. امام مسلم را که از میگن اسلام گفتن که کسی که خوند نمازی خفتن گفتن با جماعت واسطی که نیمی شب قیام کرده، یعنی 5 ساعت شب گفتن بیدار خوبی که دیدن. کسی که گفتن نماز صبح در جماعت بخونه بس گویا که میگن کلی شب چی، یعنی بیدار خوبی که دیدن، میگه ثواب چه عظمتی. نمازا چی اندازه چی داره، درجه داره، فضیلت داره. افسوس میشنیم هم یک خلاف میکنیم. ولی بعضی سنت میخونده که آدم سنت در خونه خوندن میگه دلیل هم که سنت خوندن ما در موبایل این کار کنه نمیشه. برای چی ما در مسجد میخونیمش؟ چون رسول الله صلی الله علیه و در خونهش میخوند و میگونه که دلیل هم اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی خونه مبارکش در مسجد بود. یعنی اگه مرزو ناصر خونده بره میشه، اگه انبرخون خونده بره میشه، بوی محمد هم خونده بره میشه، من تونه نمیشه. رسول الله خونهش نمیتونه در میکشد، میدونه این موقعی میده. من تا چند کیلومتر میم چیکار رو میکنیم؟ خب من حکم کردم که نمازی بامداد سنت ها در خونده شد. باز اینجا خفتن خوندی اینجا باید تورت شکست. جرأت میکنی رفته تورت که با سنت ها بخونی؟ نمیتونیم. برای همین علمای متأخرین در یک جا جمع کرده خوندن خوب دیدن. ما چی ما دنگوسگی ما دیدن. ما شما به محبتی ما دیدن سوک ما کردن. نمی پیش خونه فرشا تصور کردم که سنت چه خونده اومده اینجا و دل کردیگه شبا خونه میره میخونیم. اینجا اومد تورت چیکار؟ یه جرأت کردم میتونی که رفته در خونه با تورتی یه بار دو بار اکسه که نمیخورد. یک سنت جمع گوشه سنت کی داشت. سکه سنت امروز کی داد کی کاری سکه فرض نمیده. این دومت کرده و علما با شما دنگی دیوان